بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین حبیبنا و سیدنا محمد وعلى آله و صحابته اجمعین. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك یا کریم. بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه سلسله درس‌های تفسیر نور در درس 37 با هم دیگه هستیم. در این درس آیه 60 از سوره مبارکه البقره را با هم پی میگیریم. در این آیه خداوند عزوجل یهود را و بنی اسرائیل را یادآوری میکنه به حادثه دیگر از وقایع تاریخشون و اون زمانی بود که از صحرای سینا به طرف بیت المقدس در حرکت بودند. از شدت گرسنگی و تشنگی رنج می بردند. خداوند عزوجل با معجزه‌ای آبی زلال از سنگ‌ها براشون روانه کرد به دست موسی علیه السلام که پیام آور بر حق الهی بود، تا اینکه هم آنها از این مهلکه نجات پیدا کنند و هم معجزه‌ای برای اثبات نبوت بیشتر پیامبر حضرت موسی علیه السلام باشه و هم قوت قلب و درجه ازدیاد کردن یقین برای مؤمنان به موسی علیه السلام و پیروان اوشون. این آیه را ابتدا با هم میشنویم و سپس به ترجمه و تفسیر و توضیح آن میپردازیم. و اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. محور درس‌های ما طبق روال معمول با معانی و مفاهیم کلمات شروع میشه، سپس به ترجمه آیات میرسیم و از آن پس شرح و تفسیر این آیه و در نهایت درس و عبرت هایی که از این آیات یا این آیه میشه گرفت. آیه ما آیه 60 یا درس ما امروز درباره آیه 60 از سوره مبارکه البقره است. تلاوت زیبای این آیه مبارکه را شنیدید. خداوند عزوجل میفرماید و اذ استسقى موسی لقومه. واو برای استئناف، برای شروع جمله هست، برای شروع مطلب و ربطی به ما قبل ندارد و شاید هم برای عطف باشد، به خاطر اینکه آیات پشت سر هم از آن زمانی که ندائی یا بنی اسرائیل در قرآن کریم برای اولین بار آغاز شد، بنی اسرائیل را، فرزندان یعقوب را، یهودیان را یادآوری و تذکر میده به تاریخشون و گوشه هایی و صفحاتی از این تاریخ را داره براشون ورق میزنه تا آنها را متذکر بشن و درس عبرت بگیرن. اینجا هم مورد جدیدی است و لذا خداوند عزوجل با حرف تذکر شروع کرد و اذ استسقى. یا اذ گفتیم یعنی مختصر اذکروس، یعنی بیاد بیارید آن زمانی که، آن هنگامی که، آن لحظه ای که استسقى موسی. استسقا از همون کلمه استسقا و اصلی از سقی گرفته شده به معنای طلب آب یا طلب باران. و نمازی مشهور داریم، نمازی مشهور به نام نماز استسقا یا نمازی که در آن طلب بارانه. پس بنابراین بیاد بیاورید آن زمانی که موسی علیه السلام طلب آب کرد برای قومش، لقومه یعنی برای قومش. و همونطور که عرض کردم خدمتتون، این در زمانی بود که بنی اسرائیل از صحرای سینا به طرف بیت المقدس در حرکت بودند و در آن لحظات در این صحرای برهود از تشنگی و گرسنگی رنج می‌بردند. در ادامه آیه داریم که فقل نضرب بعصاک الحجر. خداوند عزوجل می‌فرماید پس ما گفتیم به موسی علیه السلام در استجابت دعایش برای طلب آب و باران
دستور دادیم که اضرب به عصاک الحجر، یعنی با عصایت به سنگ بزن. اضرب به عصاک، با عصایت بزن. پس بنابراین اون همون عصای چوبین موسی علیه السلام هست که چند معجزه از اون صادر شده و توضیح خواهیم داد. و این کار نشان میده که یک معجزه است، چون موسی از نزد خودش اقدام به همچون کاری نکرد، بلکه امر گرفت از جانب خداوند، دستور داده شد. فقلنا، ما گفتیم که الله سبحانه و تعالی، خداوند به موسی علیه السلام دستور میده که اضرب بعصاک، با عصایت بزن، بکوب. پس بنابراین امر خداوند هست و در این امر هم استجابت دعوت موسی است و هم برآورده شدن نیاز بنی اسرائیل برای آب و هم اثبات معجزه جدید برای حضرت موسی علیه السلام به عنوان پیام آور. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. در این آیه ما قصه معجزه داریم و معجزه آنطور که تعریف شده کاری خارق العاده است که ماورای طبیعته و هیچ قدرت بشری نمیتونه اون رو انجام بده و از قانون متافیزیکی طبیعت بشر و موجودات و هستی خارج هست و در اینها نمی گنجه و در این قوانین جا نداره. پس جز تسلیم با نیروی ایمان به غیب و قدرت لایزال الهی امکان پذیر نیست. انسان حتما باید به مبدأ ایمان به قدرت بی منتهای الهی این مسئله رو تصدیق بکنه و این مسئله تمام شده است و بارها ما در تاریخ انبیا و رسول داریم علیهم السلام که معجزاتی صورت گرفته. شتر صالح از میان تخت سنگ بزرگی از کوه خارج میشه، عصای چوبین موسی دریا رو میشکافت و حالا به سنگ زده میشه باز تا اینکه چشمه ازش جاری بشه و همینطور انگشت مبارک رسول صلی الله علیه و سلم اشاره میشه به آسمان ها به سوی ماه و دو قرص میشه به دو طرف آسمان میره و دم مسیح علیه السلام برای شفا بخشیدن مردگان، بیماری های برس و نابینه ها را شفا دادن و علاج کردن و معجزات بسیار زیادی که در تاریخ انبیا ما سراغ داریم و همه اینها نشان دهنده وجود یک قدرت مطلق در این کون هست و اون قدرت الله سبحانه و تعالی است که الله علی کل شیء قدیر. خداوند بر هر کاری که اراده کند تواناست و برو برگرد نداره و هیچ چیز در مقابل آن مستحیل یعنی غیر ممکن نیست. الحجر به عصاک، بعد پشتش اومد الحجر. آیا الف لام در حجر همطور که میدونید یعنی سنگ، ولی آیا این سنگ مشخص و معینی بوده؟ عده مفسرین اینو گفتن یک سنگ چارگوشه‌ای بوده که موسی از اونجا حمل کرده و بعد الاخری. قصه طولانی است، من نمیخوام به این تفصیلاتی که دلیل قطعی نداره اشاره کنم، ولی اون چیزی که میخوام بگم اینه که اکثر مفسرین به این رأی هستن که ال در اینجا برای جنسه، یعنی سنگ، هر سنگی، هر نوعی میخواد باشه و به همین خاطر این در اثبات معجزه قوی تر هست، به خاطر اینکه موسی هر جا که میرسید و نیاز به سنگ داشتن در اون مسیرشون به اون سنگ میکوبید و 12 چشمه از اون سنگ جاری میشد تا اینکه 12 قبیله بنی اسرائیل که با موسی بودن هر کدوم از چشمه سار خودشون آب بخورن. فانفجرت منه 12 عینا. فانفجرت، پس اصل انفجار یعنی شکافته شدن یک چیز، ولی در اینجا منظور از انفجار چشمه است و مثل اینکه با زدن و کوبیدن به سنگ چشمه ها جاری میشه. در سوره اعراف ما به لفظ دیگه میخونیم فانبجست منه 12 عینا. گفتن که اختلاف بین این کلمه با اون کلمه در اینه که انبجست در ابتدا و شروع چشمه است، در حالی که در انفجرت اوج به اصطلاح جاری شدن و جوشیدن و از اون جایی که سوره بقره سوره مدنی است
مناسبت اینطور اقتضا می کند که به اصل مطلب و نهایت موضوع اشاره بکند و اون جوشیدن چشمه ها از این چیه؟ از این سنگه. فانفجرت، پس جوشید، از آن یعنی از سنگ با کوبیدن اون عصا، 12 یعنی 12 تا چی؟ چشمه. عیناً. چرا 12 تا؟ مگر با یک چشمه اینا سیراب نمی شدن؟ چرا؟ اگر خداوند عزوجل اراده می کرد که با اون یک چشمه اینقدر آب بیاد که همه سیراب بشن، می شدن. چون اصل یک معجزه است و بنابر این نشده که برای هر کدوم یک چشم سار باشه، ولی این از رحمت بیکران الهی است و از حکمت خداوند عزوجل هست که خواسته 12 چشمه جاری بشه تا اینکه در استفاده از اون آبها به جنگ و جدال و منازعه و درگیری و اختلاف و امثال اون نکشه. چرا که اگر قرار باشه یک چشمه باشد و کل قبایل به این هجوم کنند، در استفاده از آن با مشکل مواجه میشن و لذا احتمال درگیری، جنگ، منازعه و مشکلات آینده است. پس بنابراین از باب رحمت برای آسوده استفاده کردن از اون آبها و همچنین از باب حکمت بستن در فتنه، خداوند عزوجل 12 چشمه را جاری کرد تا اینکه هر 12 قبیله به طور جداگانه بتونه از چشمه سار خودش و از آبشخور خودش به طور جداگانه استفاده بکنه. عیناً یعنی چشمه، و این یک حکمت است در اینجا. خداوند عزوجل در اوج نیاز بنی اسرائیل بهترین و زلالترین و گواراترین آبها را واسهشون مهیا میکنه، در حالی که بنی اسرائیل قدرشون نمیدونن. مگر نمیشد به زمین بزنه و رود جاری بشه؟ میشد. مگر نمیشد که آب بیاد، بارندگی بشه و آب فراوان در زمین به وجود بیاد و جمع بشه و از اون آب استفاده میشد. راههای زیادی خداوند عزوجل، هیچ چیز در مقابلش غیر ممکن نیست، ولی چشمه های زلال از سنگ جاری شدن نشانه اوج لطف و عنایت خداوند عزوجل به این قومه که قدرشو ندانستن. میدونید در میان آبهایی که ما در دنیا وجود داره، آب چشمه از همه زلالتره. اون هم چشمه‌ای که از میان سنگ بجوشه. قد علم كل اناس مشربهم. قد علم كل اناس. پس قد علم كل اناس یعنی به تحقیق دانست هر مردمی، یعنی هر قبیله‌ای، هر گروهی از این قبایل و گروه‌های 12 گانه که با موسی علیه السلام بودند، آبشخور یا چشمه سار خودشون را دانستند. مهم نیست به طبیعت حال خودشون پی بردن یا که موسی به اونها گفت، به هر حال 12 چشمه برای 12 گروه و قبیله بود و دانستنشون از این بابه که هم در اختیارش به هم جنگ و منازعه نپردازن و هم در استفاده از اون بگن نه این بهتر است یا آن بهتره، و این همه حکمت درشه. کلوا واشربوا من رزق الله. کلوا واشربوا من رزق الله. و همچنین داریم کلمه مشرب، و مشرب یعنی جای نوشیدن آب، به منظور همون چشمه سار یا آبشخور هست. مشربهم یعنی هر مردمی، هر گروهی، هر قبیله‌ای چشمه سارشون یا آبشخورشون را دانستند، فهمیدن کجاست. کلوا واشربوا من رزق الله. بخورید و بیاشامید از رزقی خداوند نصیبتون کرده. من رزق الله یعنی از روزی که خداوند الان بهتون داده به طور معجزه آسا، و این امر برای منت است. یعنی خداوند بر سر شما در این اوج فقر و تنگ دستی و قحطی و تشنگی و گرسنگی رو سرتون منت گذاشته، بهترین امکانات براتون فراهم کرده. حالا بخورید و بیاشامید نوش جانتون، ولی چی؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. لا تعثوا فی الارض مفسدین اینجا تأکید بر یک اصل هست که از طبیعت یهود بارها به چشم خورده، و این که فساد و سرپیچی و عصیان از امر خدا و رسول. و تعثوا یعنی فساد نکنید، تباهی نکنید. ولی گفتند اهل لغت گفتند که
این کلمه لا تعثوا مثل همون فساد هست که در آخر آیه اومده، لا تعثوا فی الارض مفسدین. لا تعثوا یعنی فساد نکنید، تباهی نکنید. مفسدین هم یعنی فساد کنندگان. پس چرا لا تفسدوا نیاورده که بگه لا تفسدوا فی الارض مفسدین؟ شاید از این جانب باشد که آنچه که مراد آیه هست در اینجا این که شما از نظر معنوی فساد نکنید. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. یعنی نه تنها دست به فساد حسی نزنید. فساد حسی در خوردن و نوشیدن اینه که انسان زیاده روی کنه، اسراف بکند، زیاد بخوره، ریخت و پاش بکنه، دور بریزه، خراب بکنه اون امکانات خوبی که داره، اون رزق روزی حلالی که داره. این میشه فساد حسی. ولی ما متاسفانه این مبحث رو در میان مؤمنان زیاد داریم. مسلمانان زیادی هستن ریخت و پاش میکنن، اسراف میکنن، ولخرجی میکنن، پرخوری میکنن. این فساد چیه؟ حسی است. مکروس، جایز نیست، حرامه. ولی ممکن انسان خوبی باشه از نظر چه؟ از نظر معنوی. به همین خاطر خداوند تاکید کرد به از نظر معنوی هم فساد نکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه قلباً هم قانع به رزق روزی خدا باشید و قلباً و با اخلاص از خدا و دستورات خدا و رسول اطاعت و پیروی کنید. و اینجا میتونه کلمه و لفظ تعثوا و مفسدین رو بگیم که معنای یکدیگر را کامل میکنن. یعنی دست به هیچ نوع فسادی نزنید، نه فساد حسی نه فساد معنوی. خوب استفاده کنید اونچنان که خدا و رسول بهتون دستور میده. پس با توجه به معانی این کلمات، استسقا یعنی طلب آب، اضرب بعصاک یعنی با عصایت بزن، الحجر یعنی سنگ، فانفجرت یعنی پس فوران کرد و جوشید، و همچنین 12 عینا یعنی 12 چشمه که گفتیم حکمت آن در اینه که 12 قبیله بودند با موسی علیه السلام در این رحلت و هجرت. مشربهم یعنی چشم سار و محل نوشیدن و یا آبشخور. لا تعثوا یعنی تباهی نکنید. و گفتن اوج فساد معنوی و عصیان را بهش میگن عثا. و مفسدین یعنی فساد کنندگان. خب با توجه به این معانی که از کلمات برداشت کردیم، ترجمه آیه و ترجمه روان آیه این میشه که بیاد آورید یا و بیاد آورید هنگامی که موسی علیه السلام برای قومش طلب آب کرد. پس گفتیم عصای خویش را به سنگ بزن. آنگاه 12 چشمه از سنگ جوشید. هر قبیله از مردم چشم سار خود را دانستند و گفتیم از روزی الله که به شما عطا کرده بخورید و بیاشامید و تباهکارانه در زمین فساد نکنید. با توجه به این آیه و اون مفاهیمی که مطرح کردیم، شرح و تفسیر این آیه این میتونه باشه که موسی علیه السلام همطور که در مقدمه عرض کردم خدمتتون، در مسیر هجرتش با بنی اسرائیل به طرف بیت المقدس در صحرای سینا با یک تشنگی شدید روبرو شدن و کمبود آب. اینجا بود که موسی علیه السلام طلب آب و باران کرد برای قومش. عصای چوبین موسی معجزه آساست به امر خداوند عزوجل و به همین خاطر گفته شده که 3 بار 3 معجزه عجیب برای موسی از اون صادر شده. زمانی که خداوند عزوجل به موسی دستور داد در بارگاه و قصر فرعون عصاشو بندازه تا اینکه تبدیل بشه به اژدها و اثبات نبوت بکنه و سپس دوباره اون رو بگیره، با اینکه حتی خودش هم در اون لحظه ترسید که نکنه اژدها باشه، اما اژدها نبود، بلکه این عصای چوبین اون بود که به اژدها تبدیل میشد. واقعا تبدیل میشد به امر خداوند عزوجل برای اثبات نبوتش در حضور فرعون و فرعونیان. این یک معجزه. معجزه دوم زمانی که خداوند عزوجل دستور بهش داد که عصایت را به دریا بکوب تا اینکه به 12 راه در میان دریا
راه خشکی به وجود بیاد و بنی اسرائیل بتونه از اون عبور کنه. و معجزه سوم الان در این آیه 60 زمانی که برای ظهور آب، برای به وجود آوردن آب و چشمه ها دستور گرفت که به سنگ بکوبد و به سنگ میکوبید و 12 چشمه از آن جاری میشد. این 3 معجزه که بر عصای چوبین موسی علیه السلام به امر الله سبحانه و تعالی اجرا میشد. سر این که گفتیم 12 چشمه بود بر اینه که خداوند عزوجل میخواست رحمتش را و فضلش را و لطف و عنایتش را بر سر بنی اسرائیل بیشتر کنه، بیشتر بر اونها منت داشته باشه. و همچنین میخواست در فتنه بنی اسرائیل با جنگ و جدال و منازعه بر سر آب بگیره. چون میدونی یکی از نزاعهای قدیم و اصیل در میان انسانها جنگ و جدال بر سر آبه تا به امروز. و خداوند عزوجل که این را میدانه از طبیعت بشر، به همین خاطر برای هر قبیله آبی و چشمه‌ساری جدایی به وجود آورد تا اینکه این اختلافات در زمان معجزه و در زمان فضل و انعام و اکرام به وجود نیاد. این را هم عرض کردیم که امتیاز آب چشمه بر سایر آبها در اینه که آب چشمه زلالترین آبی است که امکان داره در این دنیا وجود داشته باشه. اگر آب دریا را در نظر بگیرید آنچنان قابل استفاده شاید نباشه. اگر آب باران رو در نظر بگیرید آلودگی های هوا را با خودش داره. اگر آب رودخانه رو در نظر بگیرید باز هم گل و لای و آلودگی های مخصوص خودش رو داره. پس بنابراین آب چشمه زلالترین آب است. حتی آب چاه را هم بگیرید بی ناخالصی نخواهد بود. اما آب چشمه زلالترین آبی است که در این دنیا وجود داره. آن هم چشمه ای که از میان سنگ بجوشد. پس بنابراین هم زلال، هم گوارا، هم خوش‌طعم و بی آلودگی. پس بنابراین این امتیازها را در چشمه میخواد خداوند عزوجل لطف و عنایت و مرحمت خودش را به بنی اسرائیل ثابت بکنه. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. در زمانی که بنی اسرائیل در اوج نیاز بود، یعنی هر آبی ممکنه براش کفایت میکرد، اما خداوند عزوجل میخواد در شدیدترین احوال بنی اسرائیل آنها را با بهترین نعمتها سیر بکنه. رزق الله را باید پاس داشت و لذا خداوند عزوجل فرمود کلوا واشربوا من رزق الله، کلوا واشربوا من رزق الله. و دنباله آن فرمود که ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یعنی تباهی و فساد خلاف مروت و انسانیت. و به همین خاطر خداوند عزوجل که به این مطلب کاملا از بنی اسرائیل میدونست، آنها را دستور داد که خوب بخورند و بیاشامند، استفاده مثبت بکنند و دست به فساد مادی، حسی و معنوی نزنند. جالب است بدانید که معجزه های موسی با عصایش مشابه آن در امت اسلامی داریم و علمای امت اسلامی فرمودند که هر معجزه‌ای برای پیامبران در طول تاریخ بوده مشابه آن یا عین آن برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در اسلام داشتیم. همین معجزه را در نظر بگیرید. معجزه آب به طور معجزه آسا، ظاهر شدنش یا زیاد شدنش برای موسی طبق این آیه ثابته و همچنین در آیات دیگر. اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. من زمانی که موسی طلب آب کرد برای قومش، پس ما دستور دادیم، خداوند میفرماید ما دستور دادیم که با عصایت به سنگ بکوب. حالا در این زمینه در مورد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که پیامبر در غزوه حدیبیه در سال 6 از کمبود آب پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت و گله بردن، یا دعا بکنه، طلب استسقا بکنه، طلب باران بکنه، استسقا بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا آبی پیش شما هست؟ که بله یه مشک آب هست ولی کمه، کفایت هیچ کس نمیکنه، ما 1400 نفر هستیم. 1400 صحابی با پیامبر در غزوه حدیبیه یا در معرکه حدیبیه با پیامبر بودن.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انگشت مبارکش رو داخل مشک گذاشت و گفت که هر کس بیاد به نوبت آبش رو از این مشک بگیره. همه اومدن آب برداشتن، حتی برای حیواناتشون هم بردن و آنها همه خوردن و نوشیدن و سیراب شدن، حتی حیواناتشون چارپایانشون هم سیر کردن، باز مشک آب سر جاش بود. زیاد شدن این آب خودش یک معجزه است. یک مشک نیمه آب برای 1400 نفر با سواری ها و حیواناتشون نشانه زیاد شدن آب هست که از دست مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده و یک معجزه قطعی است و در روایات مستند و صحیح هم وارد شده. و اگر که جوشیدن آب از میان سنگ خارا یه چیزی قابل قبول باشه، چون این طبیعت آب هست که از سنگ می جوشد، ولی جوشیدن آن از میان انگشتان یک انسان چیزی عجیب تریه و لذا معجزه قوی تر هست. از مثال همون نمونه است که خداوند عزوجل برای موسی معجزه کرده، حال برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اسلام. ولی تفاوت را ببینید در میان پیروان موسی چگونه از اون نعمت قدردانی میکنند و در میان امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه از این نعمت قدردانی کردند. اصحاب و یاران گرانقدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قدر این نعمت ها را خوب میدانستند و لذا با تمام و کمال لطف و عنایت از اینها استفاده میکردند. و به همین خاطر گاهی نشده در تاریخ بخوانیم که یاران اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون را محمد صدا زدن، بلکه هر جا میخوانیم میگیم که یا رسول الله یا نبی الله، با لفظ رسالت و نبوت، با صفت مقدس رسالت و نبوت اون رو صدا میزنن و هرگز به مجرد اسم صداش نزدن. در حالی که بنی اسرائیل با غرور و تکبرش، با اون همه ناز و نعمتی که موسی علیه السلام براشون فراهم کرده بود، با اون همه منتی که موسی بر سر اونها داشت بعد از خداوند عزوجل، باز هم میگفتن یا موسی یا موسی یا موسی، گاهی نشده بگن یا نبی الله. و این عجیب بود از بنی اسرائیل. این تفاوت را ببینید در فرهنگ بنی اسرائیل مغرور دا فرهنگ اصحاب و گرانقدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، با اون تواضع و فروتنی و با اون اخلاص و تفانی و ایثار و گذشت و محبت به شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. درس و عبرت ها را بخوانیم از این آیه. اولین و مهمترین درسی که مد نظر قرار میگیره معجزه است و همونطور که عرض کردم معجزه کاری است خارق العاده که الله سبحانه و تعالی برای اثبات نبوت پیامبرش بر دست او جاری میکرد و از قانون فیزیکی دنیا خارجه، مثل عصای چوبین موسی، دم شفابخش عیسی، شتر صالح، شق القمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ایمان به معجزه بعدی از ایمان به غیب هست که به دلیل قطعی قرآن و سنت ثابت است و ایمان به آن هم واجبه. درس و عبرت دیگر اینه که معجزه معاصر با پیامبره، با اون پیامبری است که براش ظاهر شده و دیگر تکرار نخواهد شد. یعنی هر معجزه‌ای برای پیامبری ثابت شده در اون زمان هست برای اثبات نبوتش و برای یقین دادن به پیروانش. دستور معجزه با الله است، یعنی اینکه هیچ پیامبری از خودش این مسائل را انجام نداده، بلکه خداوند بهش امر میکرده و به قدرت خداوند هم انجام میگرفته و هرگز هیچ پیامبری دیده نشده در تاریخ بشر که به خاطر معجزه‌ای که میکند بر سر مردم منت بذاره یا اینکه بخواد قدرت خودش رو نشون بده یا عظمت و جلال و کبریای خودش، بلکه همه را نسبت میداده به خدا. میگفته این قدرت خداست داره اجرا میشه، منم پیام آور او و رسول فرستاده اون هستم. درس و عبرت دیگر این که خوردن و به دستور به خوردن و آشامیدن در قرآن از رزق روزی حلال در قرآن دلالت بر مباح بودن آن چیزه و دستور واجب نیست، ولذا اشاره به فضل بیکران الهی به بندگانشه و این است که میبایست از نعمت برای طاعت و بندگی که کمک گرفت، نه عصیان و سرپیچی و کفران آن. درس عبرت آخر این که کفران نعمت از کسی که راحتتر و بیشتر از نعمتهای خدا استفاده میکنه
گناهی زشتر و فسادی بزرگتر است. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. این آیه 60 سوره مبارکه البقره چنین مفاهیمی را در بر داشت که باید انسان قدرشناس نعمت‌ها باشه و معجزه را قبول داشته باشه و پیامبران را پاس بدارد و نعمت‌های قدر بدانی و نعمت‌های الهی را پاس بداری و شکرگزار خداوند باشد و از آنچه خدا روزش کرده استفاده مثبت بکنه و در زمین عصیان و سرپیچی نکنه که مورد عتاب و سرزنش سخت الهی قرار میگیره. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله